اعتراض گسترده کارفرمایان در مجلس ایران به خاطر نبود کارگر در ایران. از زمان خروج افغانها تا اکنون اکثریت شرکت‌های بزرگ و کوچک ساخت و ساز در ایران تعطیل شدند. در این ویدیو ببینید که چگونه نبود کارگر مهاجر مخصوصا افغانها چه تاثیر بزرگی بر اقتصاد و صنعت ساخت و سازی ایران گذاشته. کارفرمایان در مجلس با صدای بلند اعتراض می‌کنند به خاطر نبود کارگر در ایران. گسترده مقامات دولتی ایران به نبود کارگر در صنایع کشور. از مرغداری‌ها تا صنایع انبوه‌سازی همه جا سوت و کور است. گویی تعطیلات رسمی یا روز 13 به در فرا رسیده باشد. زمانی در همین بخش‌ها کارگران افغانستانی مشغول کار سخت و بیوقفه بودند و کارفرمایان نیز رضایت داشتند. اما اکنون کارفرمایان معترضند و کارگران افغان یا در آستانه اخراج قرار دارند و یا در افغانستان بیکار هستند. مقامات ایرانی نیز این واقعیت را درک کردند و در روزهای اخیر گاه به طور مستقیم و گاه غیر مستقیم نیاز شدید به نیروی کار یدی افغانستانی را آشکار کردند. در این میان صنعت ساختمان و انبوه‌سازی بیشترین آسیب را دیده و حتی صدای اعتراض رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران نیز بلند شده است. آموزش دیدن، واقعا کارگر ساده اومده بود اینجا تقریبا شده بود بنا و خیلی از در واقع همکارای افغانی خودشون آورده بودن، با خودشون همراه کرده بودن و این مسئله تقریبا میشه گفت نیروی انسانی داخلی ما را مخصوصا در بخش‌های پایین دست، حالا اون مسئله بنا و در واقع کارگر فنی رو کمتر، ولی در مسئله بخش کارگر دیدید که نبود کارگران افغان چه تاثیر بزرگی بر اقتصاد ایران گذاشته است. حالا قضاوت دست شماست. اگر ویدیو برایتان جالب بود لایک کنید، کامنت کنید و صفحه ما را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی را از دست ندهید.